من دوست داشتم به عنوان جراح برست شناخته بشم، ولی الان به عنوان پنجه طلای آپاندیس شناخته میشم. سلام. این مشکلیه که تو صحبت با یکی از همکارا متوجه شدیم. بهش میگن برندسازی اشتباه. وقتی اتفاق میفته که شما به عنوان یک پزشک، به عنوان یک جراح برای برندسازی خودتون هیچ برنامه‌ای ندارین و این برندسازی رو به دست بیمار میسپرید و عوامل مختلفی وجود داره که باعث بشه برای شما یک برندسازی اشتباه اتفاق بیفته. هر پزشکی یک عملی رو دوست داره به یک تخصصی، حتی در تخصص اصلی خودش شناخته بشه. به عنوان بهترین جراح پروتز پستان، به عنوان بهترین جراح تومور مغز شناخته بشه. اگر این کار رو خودتون انجام ندید و این برندسازی رو به دست بیمار بسپرید، احتمال داره اون چیزی که شما دوست دارین هیچ وقت اتفاق نیفته. ولی با سئو این کار میتونه در یک بازه 6 ماهه الی 1 ساله خیلی سریع اتفاق بیفته. وقتی ما یک سایت تخصصی پزشکی داشته باشیم و روش کار کنیم که هر کسی در گوگل سرچ کرد بهترین جراح پستان، شما در صفحه 1 باشین، این یعنی اون برندسازی مورد علاقه شما اتفاق افتاد.